إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله مولانا العظيم. آیه 183 سوره بقره. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امروز 21 شعبان المعظم است. 9 یا 10 روز مانده با آمدن ماه مبارک رمضان شریف. خدا کنه که ما و شما عمر داشته باشیم که زنده باشیم و رمضان خدمتش بکنیم و در ماه مبارک رمضان این مهمان گران قدر از ما ناراض نروه. فلهذا گفتیم اگر نزدیک رمضان شریف در مورد رمضان صحبت شود شاید زیاد مؤثر نباشه، چون یک دم شروع کردن یک کار مشکل است. به او خاطر 10 روز قبل از رمضان مبارک خواستیم برای آمادگی ماه مبارک رمضان امروز بحث داشته باشیم تا خداوند کریم و مهربان توسط همین سخنها و گفتنها و شنیدنها هم مرا و هم شما را توفیق بده که رمضان صحیح استقبال کنیم و روزه مبارک رمضان درست بگیریم. فلهذا عنوان امروز ما و شما آمادگی ماه مبارک رمضان است. در مورد روزه هست، رمضان هست، روزه واقعی هست و اشارات هم به مورد برادرای که پارسال روزه را خورده بودن و خواهرایی که پارسال روزه را خورده بودن. خدا کنه که این سال صدای ما علمای بیچاره و جگرخون بشنون، رحم به خودشان بکنن. این سال به بهانه های مختلف که کار دارم و مردی کار هستم و استا کار هستم و دریور هستم و دکاندار هستم و میدان نشین هستم و مامور هستم و به بهانه های مختلف این سال خدا کنه که بخیر روزه را هیچ کسی بخیر نخوره. آمین بگوین. دعای ما شما را خداوند به دربارش آرزومند هستیم که قبول بکنم. یک هفته میشه که بر رادیو و تلویزیون هم بحث ما در مورد روزه است و این هفته آینده ان شاء الله روی از این بحث میکنم. بسیاری از روزه خورا زنگ زدن گفتن که ما خیال توبه میکنیم، توبه قبول میشه. گفتیم ان شاء الله امید میکنیم که شما قضای روزهایتان بگیرین، توبه کنین بخیر. کسایی تلفن کردن که 10 سال روزه را خورده بودن، شما شاید بحثتان شنیده باشین. کسایی تلفن کردن که مادرشان یا شوهرشان یا دخترشان یا بچهشان چند تلفن آمد که اونا 16 سال خورده بودن، 25 سال خورده بودن و یک همشیرم تلفن کرد که 50 سال روزه را خورده بود. الحمدلله که تاثیر که سخنی ما و دیگه علمای کرام و خیلی خوشحال هستیم که انشالله این سال یک ماه مبارک رمضانی باشه که یا روزه خوریش نباشه یا بسیار کم باشه. به استثنای او برادرای محترمی که و او خواهرای محترمی که اونا مریض هستن، مشکل دارن، شیردی طفل شیرخور دارن، حامله‌دار هستن، بعض برادرها مریض هستن که اگر روزه رو بگیرن مریضشون بسیار زیاد میشه، از بین میرون. به اونا به شریعت اجازه میده، خط اونا علایده است، مطلب اونا جدا هست. بحث ما روی امروز آمادگی ماه مبارک رمضان است که مربوط همه مسلمان های جهان میشه. حتی ما میخواهیم که به حرمت ماه مبارک رمضان یهود و نصارا خصوصا و همه کافرها عموما کلمه عرضه بکنن و مسلمان شوند و یک بار بگوین که لا اله الا الله محمد رسول الله. آیه مبارکه که به حضورتان خواند و معنایش این است: ای کسانی که ایمان آوردین، فرض شده بر بالای شما روزه مثل که فرض شده بود به قومها و ادیان گذشته هم. تسلی میده ما و شما را، میگه که نگوین که تنها سر شما روزه فرض است، بلکه به هر دیندارای قبلی هم روزه رمضان مبارک فرض بود. منتها از اونا کمی کیفیتش و کمیتش فرق داشت، یعنی تعداد روزایش فرق داشت و کیفیتش هم فرق داشت. مثلا
جناب رسول کریم علیه السلام در مشکات شریف حدیث نقل می شود که اونا می فرمایند کسی که در رمضان روزه می گیره یک فرضش 70 فرض حساب میشه. چند فرض حساب میشه؟ به دیگه امتایی گب نبوده. نفل امت محمد رسول الله علیه السلام در رمضان شریف نفلش فرض حساب میشه. یا طور مثال حدیث ابوبکر بیهقی صاحب است که جناب حضرت محدث بزرگ ابولیث سمرقندی نقل میکنه که در برابر سبحان الله گفتن و ذکر امت محمد مصطفی علیه السلام که در رمضان میکنن یک قصر داده میشه که او قصر از زمرد سبز است و در بین زمرد سرد عقیق سرخ است و در بین عقیق سرخ در بسیار قیمت است. در بین در یک حور بسیار زیبا هست که در برابر یک بار سبحان الله ماه مبارک رمضان برای امت رسول کریم علیه السلام داده می شود. این فضیلت بود، به دیگه امتا نبود. تنها روزه می گرفتن، ثواب داشتن، فضیلت داشتن، ولی برابر فضیلت بزرگی ما امت محمد مصطفی علیه السلام که متاسفانه ایده بی غیرت مسلمانایی داریم که با وجود همین فضیلت روزه را می خورن یا روزه صحیح نمی گیرن. ای کاش در اینجا می بودن که گپارا می شنیدن، لذت می بردن، عشق می ریختن، فریاد می کردن، توبه می کردن. و این یک ایسه گپ دیگه. ایسه برادران محترم که خود ما و شما از جمله کسانی هستیم که شاید و باید و حتما شاید سال گذشته روزه درسته که قرآن میگه و حدیث مبارک رسول کریم علیه السلام میگه اگر نگرفته باشیم بیاییم که امسال بخیر روزه واقعی را بگیریم. روزه ای که چشم ما روزه باشه، گوش ما روزه باشه، زبان ما روزه باشه، قلب ما روزه باشه، دست پا روزه باشه و پای ما و شما روزه باشه. حضرت امام بخاری صاحب نقل میکنه روزگیری واقعی را که به زبان خود دشنام نمیدهد. شما دیدین سال گذشته که بسیار کسا روزه بودن اما در بینشان دشنام رواج داشت. دروغ و غیبت و قسم و کلمکل و غلمغل در بین خصوصا بازارها و فامیلها رواج داشت. در سحری برای ایوازی که برای سحری یک پدر و مادر میخیزه بچه انس و محبت بخیزه و با طفلکا و با دخترها و بچه های خود سحری بکنه و افطاری بکنه. اما بعضی سر و صداها شاید در بعضی فامیل ها بود چون نمیفهمیدن که روزه واقعی چی است. جناب رسول کریم علیه السلام میفرمایند که اگر برای شما را کسی دشنام بده جنگ کنه به امرایتان. حدیث بخاری شریف است. شما بگوین که اینی امرؤ صائم، من شخص روزدار هستم برادرم، تو اگر مرا بزنیم من با تو جنگ نمی کنم، من روزه دارم. حضرت امام غزالی صاحب برادرای محترم میفرمایند روزه 3 قسم است. چند قسم است؟ یکی روزه عموم است، صوم العمومی و صوم الخصوصی و صوم الخصوصی. جلد سیوم احیاء علوم میگه روزه 3 قسم است. صوم روزه عامه مسلمان ها فقط روزه است، نان نمیخوره و آب نمینوشه، بس دیگه هر نوع فجایع را انجام میده، نامش روزه است و بس. حدیث سنن ابو داود شریف است. ابن ماجه مبارک هم نقل میکنه کم من صائم لیس له من طعامه. بسیاری از روزگیرانی است که نیست از صوم از او مگر الا الجوع والعطش. پیغمبر علیه السلام میفرمایند کم من صائم لیس من صیامه، نمی باشد از روزه بسیاری از روزگیران فقط تشنگی و گشنگی بس، از گناه بس نکرده، از گناه روزه نگرفته. سبحان الله با آواز بلند بگوین. و هدف از این گپایی از برادرها که 10 روز به رمضان مانده باید ما شما این گپا را بین خود تکرار کرده برویم، از هم دیگر پرسان کرده برویم که چی گفت پیغمبر علیه السلام، چی گفت قرآن کریم، چی گفت فلان عالم، فلان کسید، فلان رساله، تا ای که ما تا آمدن ماه مبارک رمضان یک جوان و سفید و برادر و خواهری باشیم که 100% آماده و عیار در برابر این مهمان عزیز القدر باشیم. هدف از روزه چی است؟ قرآن خودش بیان میکنه لعلکم تتقون، تا اینکه شما پرهیزگار شوید، شما تقوا بکنید. این هدف روزه است که پیشتر امام غزالی صاحب روزه را چند قسم کرد؟ 3 قسم کرد. روزه عام تشریح کردیم، روزه خاص او است که چشمش روزه است، سن زنای مردم نگاه غلط نمیکنه. طوری مثال گوشش روزه است، غیبت نمیشنوه، دروغ نمیشنوه، موسیقی نمیشنوه. زبانش روزه است، غیبت نمیکنه، دروغ نمیکنه، دشنام نمیته، کسی را اذیت با زبان خود نمیکنه، تمسخر و بیتخوانی به زبان نمیکنه.
دستش روزه است، به دست کسی رو آزار نمیده، قلبش روزه است، کینه نمیگیره. چرا رسول کریم علیه السلام میفرمایند آخرین روز رمضان خداوند تبارک و تعالی به فرشته های خود میگوید که امتای محمد رسول الله روزه را گرفتن، شما شاهد باشین که گناه اینا را بخشش میکنم مگر یک طایفه را. پرسان شد یا رسول الله او طایفه کی است؟ 4 طایفه است که یکیش همی است. پیغمبر خدا گفتن مسلمانی که کینه به دل است، مسلمانی که با مسلمان کینه داره 30 روز رمضانش معلق می باشه، به او خاطر قلبش هم باید روزه باشه، یعنی قلبش انس داشته باشه، قلبش محبت داشته، ولو کسی را چیزی بگویم این قلبش صاف باشه. و هدف از روزه هم امی است. حضرت امام غزالی صاحب میفرمایند للصوم 10 فوائد در احیاء العلوم، برای روزه 10 فایده است. یکی از او فایده‌ای است که قلب باید صاف شود در رمضان مبارک. اگر قلب کسی رمضان میگذره و صاف نمیشود، او را پیغمبر علیه السلام هلاک اعلان کرده. سر منبر بودن گفتن آمین، باز گفتن آمین، باز گفتن آمین. حدیثی است که ابو هریره روایت میکند جناب پیغمبر علیه السلام پرسیدند که یا رسول الله علیه السلام چرا آمین و آمین و آمین گفتین؟ پیغمبر علیه السلام گفت که جبرئیل آمده بود، گفت هر کس رمضان مبارک بیاید و گناهش بخشش نشود او هلاک باشد، یعنی این تو روزه صحیح نگیره گناه او بخشش نشود، فلهذا بینی از او خاکالود باشه او هلاک باشه. من گفتم که آمین. گفت یا رسول الله هر کس بگویه محمد ولی نگویه صلی الله علیه و سلم او هلاک باشه. ما گفتم که آمین. و گفت هر کس پدر و مادرش پیدا کنه و اونا را احترام نکنه و عاق پدر و مادر باشه هلاک باشه. ما گفتم که آمین. فلهذا ماه مبارک رمضان آمده رئیس، جوانان و ریسفیدان بیاین که ما و شما آماده باشیم، خداوند شما را آماده بگردانه و خدا کنه که شما هم مرا بگوین که الله مرا آماده بگردانه. چرا اگر ما و شما طبقه ای که خود دیندار میگیریم ما و شما الحمدلله، چون شما شرابی و زناکار و قمارباز و دزد و قاتل و غاصب بی نماز نیستین، بی روزه نیستین، فلهذا جامعه اسلامی به شما و مسلمانان افتخار داره. اگر شما چند هزار نفر دیندار و صالح واقعا مسلمانی واقعی ما و شما باشیم، در هر جایی که بریم هزار نفر از شما فیض میگیره و فیض میبره. فلهذا بیاین که اول ما و شما خود اصلاح کنیم، روزه واقعی بخیر امسال بگیریم، چنون یک غیرت بلند داشته باشیم، چشمای ما روزه باشه و زبانای ما و حلقای ما روزه باشه و قلب و دست و پای ما و شما بخیر روزه باشه. و سوم روزه کدام روزه است؟ صوم الخصوصی، روزه خاص جز جمال خداوند تبارک و تعالی، جز دیدار خداوند تبارک و تعالی دیگه چیز نمیخواید. این اولیاء الله بسیار درجه بلند است. ابو سلیمان دارانی روزه بود، روزه بسیار تشنمات خوابش برد. یک ملائکه آمد گفت شما روزه هستین؟ گفت که بلی ها ما روزه هستیم. گفت که در بدل روزه چی میخواین؟ گفت که جمال پروردگار، دیدارش در محشر نصیب ما شود بخیر، دیدارش در جنت نصیب ما شود. که این تو غیرت بسیار کم پیدا میشه بین مسلمان ها. باز گفت که اگر 1000 دینار طلایی بریدار میتونم، چون روزه نفل است، ثوابش برای من میتونم، هنوز فرض نیست، روزه نفل است. در خواب برش گفت ابو سلیمان دارانی را ثوابش برای من میتون. گفت لک ها طلا را اگر زمین و زمان کود کنی از طلا برابر دیدار خدا نمی شود، برابر جمال بلا کیف الله که نشه دارد و لذت دارد نمی گردد. ما در برابر روزه خود دیدار خدا را خواسته ایم جل جلاله. این روزه سوم است برادرای محترم که این قسمش اگر ما نتانیم به هر ترتیب، ولی قسم متوسط شاید بتانیم که چشم و گوش و زبان خدا نگاه بکنیم. چرا قسم سومش بسیار همت بلند میخواهد، بسیار تقوای بلند میخواهد، بسیار غیرت بلند میخواهد، بسیار معرفت بلند میخواهد. کسی که از همه چیز تیر نشوه به این مقام رسیدن نمیتواند، اما مقام دومش میتونیم که ما و شما انشالله کسب کنیم. و اگر کسی آماده است که به سوم حرکت میکنه، من میگم که خوشا بالش حرکت بکن، نمیگم که نمیتونه، او را میتونه. اگر عقل نتونه دومش رو انشالله زحمت بکشه، او را میتونه. چرا رسول الله علیه السلام میفرمایند که خداوند تبارک و تعالی فرموده است، حدیث صحیح مسلم شریف است، مشکات مبارک هم نقل میکنه، اکثرا کتب حدیث نقل میکنه که خداوند فرموده است که هر عمل ابن آدم از 10 درجه ثواب داره تا 700 درجه الا الصوم فانه لی و انا اجزی به، مگر روزه
که روزه را خودم ثوابش میتم و خودم جزایش میتم. علامه بروسوی صاحب روح البیان نقل میکنه معنای حدیث مبارکی است که جمال خودم عوض روزگیرا است. هر کس روزه بگیره من دیدار خدا برش نصیب میگردانم. یا به ملائکه نمیمانم که ثوابش نوشته کنه، هرچی که نوشته کنه ملائکه کم نوشته میکنه ثواب روزگیرا را، من خودم پاداش روزگیرا را میتم. خداوند ما و شما را از این روزگیرا بگردانه. باز پیغمبر علیه السلام فرمودن خداوند مهربان میگه بنده ما یدعو طعامه و شرابه لی، طعامش برای من روز رمضان نمیخوره، شربت و آب تشنه میشه برای من نمیخوره. ای ملائکه شاهد باشین که من دیدار خدا به این بنده نصیب میکنم. این بنده خاص من میباشه، هر عمل ملائکه ثوابش میته، اما روزه را پروردگار ثوابش میته. الهی بخیر رمضان زود بیاور. ما و شما عاشق رمضان شده رایستیم. ایده‌ای از روزخوران ورخطا هستند، ایده‌ای از فاسقان ورخطا هستند، ایده‌ای از غافلان ورخطا هست که رمضان گرم است بگذار خوب گرم بیاید. خبر ندارد که ما امت محمد رسول الله علیه السلام هستیم. تشنه میشیم، گشنه میشیم. والله یک برادر که روزگیر است و خواهری که روزگیر است میشود که به یک زیرخانه بروه آب بنوشه اما نمی نوشه، از خدا میترسد. مفسرین و محدثین میفرمایند چطور مقام روزه قبلند است؟ باز جواب میگن به خاطر اینکه هر عمل شاید ریا داخل شود، در روزه ریا داخل شده نمیتونه، خصوصا در روزه فرضی، چون خودش میفهمه و خدایش. اگر در خانه برو آب بخوره میشه، پیش کس نیمه از مردم پوت. در خانه برو و نان بخوره میشه، به نامحرمان نگاه کنه میشه، موسیقی بشنوه میشه، غیبت بکنه میشه، جنگ بکنه میشه، اما نمیکنه. میخواهد جمال الله را نصیب شود، میخواهد دیدار محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و اصحابه و سلم را نصیب شود. حدیث بخاری شریف است. جناب رسول کریم صلی الله علیه و سلم می فرمایند من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صدق رسول الله صلی الله علیه و سلم. کسی که روزه میگیره رمضان مبارک، خداوند زود بیاره ما و شما را صحت بده و عمر بده. رمضان مبارک کسی که روزه میگیره تماما گناههای صغیرهش الله محو و نابود میسازد. همه گناهی که 50 سال پیش کرده است صغیره کرده است، اما درست روزه گرفته باشد، از صدق و اخلاص گرفته باشد، برای جمال الله، برای دیدار الله، برای اخلاص الله بلند بگوین جل جلاله. خداوند وعده بزرگ را برش عنایت کرده است. حضرت امام غزالی صاحب میفرماید حکمت های روزه زیاد است. یکیش این است که به آدم شکستگی دل پیدا میشه. چرا در کوچه و بازار خواهرها میگردن بی ستر و بی حجاب هستند؟ چرا شراب خوری بسیار زیاد است؟ چرا قمارخانه ها زیاد شده رئیس؟ حتی زناخانه ها زیاد شده رئیس؟ چرا بینمازی زیاد می باشد؟ چرا بعضیا با بعضیا عقده میگیرد و کینه میگیرد؟ چرا مردم عذاب قبر فراموش کردن؟ چرا میدان محشر خشک محشر مردم فراموش کردن؟ علت این همه چراها چی است؟ دل مردم سخت شده، دل مردم سنگ شده، دل مردم مثل زغال سیاه شده. یگانه چیزی که دل سفید میکنه ماه مبارک رمضان است. یگانه چیزی که دل سفید میکنه روزه است، نفلی و فرضی، خصوصا روزه ای که جناب رسول کریم صلی الله علیه و سلم فرمودند در برابر هر روز. حدیث صحیح ابن خزیمه است، طبرانی صاحب این حدیث رو روایت کرده است که در برابر هر روز رمضان مبارک یک قصر بزرگ داده میشه. پیشتر خود در برابر سبحان الله بود، آل در برابر هر روزش یک قصر بزرگ زیبایی داده میشه که در بین قصر حوری بهشتی است با 70 نوع طلا و نقره پوشانده شدگی است، با 70 نوع، و بالای تخت برسته با لؤلؤ و مرجان نشسته است و این فریاد میکنند که ای روزگیری امت محمد مصطفی علیه السلام، من در خدمت تو میباشم. و افسوس به حال روزخور، و افسوس به حال او روسیایی که او برادری که او خواهری که نوجوان مردانه پارسال روزه را خورد، این سال آرزومند هستم که انشاءالله نخوره و نمیخوره. اگر صدای ما را بشنوه با سوز دل برش بگم برادرم بیا توبه کو، هورای بیشتی مشتاق تو میباشه. و در هر تخت 70 نوع حله و لباس انداختگی است برای اون حوری بیشتی که در برابر هر روز روزه ماه مبارک رمضان روزه میگیرد. اما شما فهمیدین که حوری بیشتی را کسی طلب میکنه که از جمله مسلمان های میانه است، و اولی او کسی که جمال خدا را میخواست، او کسی که دیدار الله را میخواست، او مرتبهش بلندتر از مرتبه حوری بیشتی خواستن است.
الله به ما و شما یا حور بهشتی را یا اگر بلندتر به ما خداوند مقام نصیب میکنه جمالش را دیدارش را نصیب ما و شما بگردانه. حضرت علی صاحب میفرمایند رضی الله عنه، شما میفهمید که جناب رسول کریم علیه السلام 8 رکعت نماز تراویح خواندند، اما جناب حضرت عمر صاحب 20 رکعت نماز تراویح خواندند. حضرت علی صاحب گفتن که حضرت عمر صاحب این حدیث از ما شنید، باز نماز 20 رکعت کرد. شوق مبارک گرفت که سبحان الله پیغمبر خدا ایتو گفته بوده 8 رکعت تراویح را به 20 رکعت تراویح مبدل میسازه. یک بار بلند بگین زنده باد عمر رضی الله عنه. افتخار به مخلصان عمر که 20 رکعت نماز تراویح را انجام میتن و میخوانند و خداوند توفیق بده کسایی که تنبلی میکنن به نامهای مبتذل عجیب غریب پیدا شدن میخوان که تراویح را از 20 رکعت کم به مردم نشان میده، در حالی که بزرگترین فضیلت را بر از فرائض و سنت های مؤکد نماز تراویح ماه مبارک رمضان داره، چون نفلش فرض حساب میشه. حضرت علی صاحب میفرمایند، حضرت عمر صاحب میفرمایند که حضرت علی صاحب برای من فرمود جناب رسول کریم صلی الله علیه و آله و اصحابه و سلم فرمودند در زیر حظیرة القدس، زیر عرش خداوند یک جای سبز و گلگلزار است، دوج فرشته های مقربی دربار پروردگار است. شب اول ماه مبارک رمضان که میشه این ملائکه ها به دربار خدا ناله میکنن، میگه الهی ما را به زمین روان کو. پروردگار میگه شما به زمین چی میکنین؟ میگه پروردگارا فضای زمین، نور زمین به آسمان پرواز کرده، ماه مبارک رمضان است، امت مسلمه تراویح میخوانن، نماز نفل میخوانن، قیام لیل میکنن، ما میریم با این مردم عاشقای خدا با اینا اشتراک میکنیم. از برای خدا ملائکه‌ای که از 7 آسمان و از جنت بلند در زیر عرش خداوند اون جلالی ها میکنه میایه پیش تو امت محمد رسول الله علیه السلام. افسوس به اون مسلمانی که خود عالمم بگیره و نماز تراویح اعلان کنه از 20 رکعت کم. سبحان الله بگوین خداوند توفیق بده مسلمان ها را. فرشته ها از آسمان پایان میشوند به تراویح های ما و شما. باز جناب رسول کریم به روایت حضرت عمر و حضرت علی رضی الله عنهما فرمودند که هر برادری که فرشته به او بخوره او برادر دیگه بدبخت نمیشه. هر برادری که به تراویح استاده است و این فرشته پایان میشه و جانش به جان همین برادر، بدنش به بدن این برادر بخوره، او برادر و یا او خواهر که در خانه باشه دیگه بدبخت نمیشه. الهی ما را بدبخت نگردان. حضرت رسول کریم صلی الله علیه و سلم میفرمایند، تنبیه الغافلین از علامه ابو لیث سمرقندی است نقل میکنه، در شب اول ماه مبارک رمضان در وقت افطاری یادتان نروه هزار بنده گناهگار خداوند بخشش میکنه. خدا کنه که ما و شما در جمله باشیم. یعنی در روز اول افطاری ماه مبارک رمضان 1,000,000 نفر گناهگار امت محمد رسول الله علیه السلام. او خدا شرمانده قدر امت خود امروز نمیدانه، قدر اسلام و ایمان خود امروز نمیدانه، میخواه که دین و دین دارانه بدنام کنه، ولی او الله کریم 1,000,000 نفر در روز افطاری اول بخشش میکنه. خدا کنه که حیات دین گناهگار در او جمله بیایه و شما هم خودتان بگویید که خداوند شما را در او جمله بیاوره، اهل و عیال ما شما را در او جمله. خدا کنه که ما نالایق نباشیم، از جمله بیرون حساب نشویم. در روز دوم عین شکل، در روز سوم عین شکل، در روز 29 عین شکل، در روز 30 عین شکل. جناب رسول کریم علیه السلام به سند مبارک خودش از استادای و محدثین خودش، محدث بزرگوار بخاری سمرقندی ابو لیث صاحب نقل میکنن که پیغمبر علیه السلام فرمودن هر جمعه در رمضان برابر 7 روزی که 1,000,000 بخشش شده، 7,000,000 بخشش شده، 7,000,000 تنها در روز جمعه بخشش میشه. یعنی 4 7 28 میلیون، 29 میلیون، 30 میلیون نفر تا آخر رمضان بخشش کرده میشه. اما کی بخشش کرده میشه؟ کسی قدر دین میفهمه، گناهگار است توبه کرده، گناهگار است پشیمان است، گناهگار است رجوع به دین داره، گناهگار است سوز عشق پروردگار در قلبش است. 30 میلیون نفر پروردگار بخشش میکنه. با شب عید میشه. خدا کنه که ما زنده باشیم، خدا کنه که زنده باشیم. بسیار مردم ها رفته زیر خاک رفته رایستن. به الله خود عذر میکنم که چند سبای ما را نه برای دنیا که ما برای پول جمع کردن دنیا زنده باشیم، نه، برای جمع کردن رضای تو ما زنده باشیم، برای خدمت به شریعت قرای تو ما زنده باشیم. قرآن تو را به جهان تیت کنیم، به کافرها بفهمانیم که کافرها بیاین
بیاین مسلمان شوین. این مسلمانی شیرین است. به فاسقا بگویم که ای فاسقا، ای شرابیا، ای زناکارا، ای قماربازا، ای دزدا، ای لوتیا، ای سودخوران، ای رشوت خوران، بیاین از حرام دست بکشین، توبه کنین. ماه مبارک رمضان آمده، فرشته ها از عرش خدا برای شما پایان می شود. خدا کنه که برادرای محترم صدای ما رسانه ها پخش کنه، رادیوها و تلویزیون ها و موبایل ها و اینترنت پخش کنه. ما به همه اجازه دادیم. یک روز از یک از ولایت تلفن آمد که مولوی صاحب شما اجازه میتونید ما کستا شما رو به هر جای پخش کنیم؟ گفتیم ما که اجازه ندادیم. ما از شما پول نمیخوایم، منصب نمیخوایم، قدرت نمیخوایم، هیچ چیزی نمیخوایم. فقط میخوایم از برای خدا دین محمد رسول الله رو پخش کنین و نشر کنین. یک بار بلند بگوین که صلی الله علیه و آله و اصحابه و سلم. روز سوم میشه رسول کریم سوم رمضان یا 29 که آخرین روز است. باز گفت این روز خداوند 30 میلیون دیگر علایده میبخشه. یک صحابه ایستاد شد گفت یا رسول الله صلی الله علیه و سلم این شب قدر است که میبخشن؟ گفت نه، یک مردی کاری که چند روز برای یک صاحبی اولی کار کنه آیا پاداش روزیش کارش نمیته؟ گفت میته. گفت این بنده های خدا برای خدا روزه گرفتن، 30 روز بعد جزای روزیشان میته. به برکت اینا 30 میلیون نفر خداوند مورد عفو و کرم قرار میته. اما میترسیم که آیا ما بیچاره ها از او جمله هستیم یا نیستیم؟ چرا قاعده مسلمانی تواضع است، قاعده مسلمانی شکستگی است. با این همه علم خود، معرفت خود، نماز جمعه و روزه خود ما شما خود گم نمیسازیم. اونمو شرابیا و قماربازایی که اگر بیاین واقعا توبه کنن و بیاین پیش ما و شما میگم برادر شاید تو پیش از ما بدانت بروی، امید بکن تو بروی بخیر. نمیخوایم که اونا رو ببینی تو نروی. الله اونا رو اهل جنت بگردانه، اهل عبادت، اهل روزه واقعی بگردانه. اما برادران محترم، پیغمبر علیه السلام قبلا یاد کردن که فرمود خداوند به روزه شما ضرورت نداره که تنها دهنتان بسته کنین، شکمتان نان نخورین، چشما روزه نباشه، بینی و زبان و حلق و دست و پا و قلب روزه نباشه. انشالله ما و شما تصمیم داریم امسال که روزه واقعی بگیریم. و هر برادری که است و خواهری که صدای مرا از کدام وسیله دیگه هم میشنوه، میگم برادرم همین لحظه که میشنوه بیا حرکت کو و خواهرم بیا حرکت کو، روزه واقعی بگیر. مثل اولیاء الله، مثل عاشقای خدا، مثل عابدا و صالحا، مثل دانشمندان اسلامی واقعی شرق و غرب جهان اسلام در تراویح غرق دریای رحمت میشه. و این متوجه باشین که رمضان قدر برکت داره که هزارها نفر کافر در هر رمضان مسلمان میشه بخیر. ان شاء الله در این رمضان هم هزار ما قبول نداریم، لکها نفر کافر ان شاء الله از برکت فیوزات ماه مبارک رمضان دست به توبه میزنه و توبه میکنه. حتی شما میبینید که وقتی که ماه مبارک رمضان میشه مسجدها کیفیت نمازخوانیش فرق میکنه، نفر زیاد میشه. باز بعضی از برادران هستن که گپ نمیفهمن، برای نفر میگه که تو تال را کجا بودی که حالی به رمضان آمدی؟ این گپ درست نیست. خیر است اون برادری که راه را غلط کرده بود حال راه را پیدا کرد برش گپی خراب نزن. برادری محترمی که صدای مرا میشنوی، اگر همی تو هر کس گفته باشه، اگر ولو امام باشه، مؤذن باشه، کلانتر باشه، ریش سفید باشه، پدر، برادر، همسایه باشه، گپی خراب برش نزنه که تو را کجا بودی که تو رمضان به تراویح پیدا شدی، ختم قرآن پیدا شدی و آمدی. گپی خراب مسلمان به مسلمان نمیزنه. پیشتر گفتم که رسول کریم علیه السلام فرمود که از زبان مسلمان فحش نمیبراید. از مسلمان کتله اخلاق، مسلمان کتله مهربانی، مسلمان کتله دلسوزی، مسلمان کتله بی‌حیایی نمیباشه. شما باور کن یگان وقتی شخصا خودم اگر گپی خراب از زبانم میبره والله برادرها پشیمان میشم. صوبکی از طرف شمال مسجد می آمدم، یک برادر در کامپیوتر خود آواز موسیقی رو مانده بود. استاد شدم پیش ایوازی که من عربی برش بگم، گفتم برادر نمیشرمی از خدا؟ اینجا مسجد است، مدرسه است. در این مسجد از هرات و قندار و کابل تا نفر می آید سخن گوش میکنه. تو چطور تا توبه نکردی و در پالوی مسجد ساز میشنوی؟ باور کنی بچگاه گفت من گرفت دفتن سخنرانی کسی شمان، ولی ما حالی پشیمان هستم که برادر که من چرا به این شکل گپ زدم. ای کاشی تو برش میگفتم که برادرم نمیشه کسی که سخنرانی ربانی بیا یک بار به مسجد گریه را ببین، توبه را ببین، سخن را ببین، نماز را ببین، کیف ببین، رمضان سایکو. تو هنوزم جوانیت فراموش کردی در پالوی مسجد سخنرانی را عوضی کی بانی، نعره و ترانه را عوضی کی بانی. تو ساز موسیقی میروی از خدا نمیشرمی؟ به این شکل نمیگفتم. حال من خجالت هستم برادرای محترم. با وجود که برادرم گفت من گرفت،
لحظه ای که من حرکت کردم برادرک دفتن کسی تماند و زیر تاثیر سخن مسلمان در آمد. خدا کنه که در اینجا آمده باشه. او را من دعوت کردم که بیا در اینجا سیل کو نظاره امت محمد رسول الله علیه السلام بی. در حالی که من قناعت ندارم این محفل را، این محفل چند هزار نفره، ما قناعت نداریم. مثل که یک تاجر اگر $1,00,000 پیدا میکنه قناعت نمیکنه، میگه من باید $100,000,000 پیدا کنم. ما علما قناعت نداریم به این مجالس خرد. میگه ما مجالسی داشته باشیم، مساجلی داشته باشیم 1,00,000 نفر بگنجه، کامراهای بسیار مفشن، رادیوها عیار باشه، مایک ها عیار باشه، به جهان پخش باشه سخنان علمای افغانستان، تا جهان بدونه که نه افغانستان هم الحمدلله خوب است. برادرای بسیار محترم، ریسفیدان گرامی، جوانان خدا ترس، خداوند به خیر ماه مبارک رمضان میاره. به او برادرها و خواهرایی که حیا نکردن و روزه خوردن، خداوند برشان اخلاص امسال به خیر نصیب بگردانه. زبدت الواعظین یک مجوسی رو برادرها نقل میکنه، یک مجوسی کافر آتش پرست. روز رمضان برآمد که روزه ماه مبارک رمضان است. رنگکای مسلمان ها زرد، لب و لنج کشال، حلقا تشنه. سبحان الله سبحان الله. فرمان پروردگار است که روزه بگیرین. کسی که ماه مبارک شهید میشه فلیصمه، فرمان پروردگار است باید روزه بگیره. رنگ و روش کاریگر هم است، عرق از جبینش میچکه ولی روزه نمیخوره. دیروز یک برادر گفت پارسال مولوی صاحب 10 بار یک جای مسافرم بودم، اجازه برای من روزه خوردن بود، کار میکردم، 10 بار رفتم به طرف آب ولی درون من اجازه نداد، غیرت من اجازه نداد و وجدان من اجازه نداد که آب بنوشم. پس آمدم. پارسال علمای محترم برای حد کابل امتحان میدادن، در اون میدان خشک علما راشان نبودن، امتحان میگرفتن، حلقاتش نبود. یک عالم چند نفر مسلمان مریض بود، آمد گفت مولوی صاحب روزه اجازه است. ما گفتم اجازه خواست دلت بیدار، من خونه میخورم. این مسلمان چند بار رفت آمد و ولا هم فرمان پروردگار که یادم می مولوی صاحب دلم نمیشه که روزه رو بخورم، به روزه رو نمیخورم، در حالی که هم مسافر است، هم تشنه است، هم مریض است، اجازه هم برش بود ولی نمیخوره. فلهذا او برادر به خواهر نامرد و نظر نیست که در شهرش هم است او روزه را ناجوان مردان این سال بخوره. خدا کنه که بخیر نخوره. و خیلی کسی که روزه را میخورده به فجیع ترین صورت در قبر عذاب میشده، در روز محشر عذاب میشده، روی سیاه حشر میشده، اما دلم برش میسوزه. نه روی من سیاه حشر شوه، نه روی تو سیاه حشر شوه، نه روی و برادر و خواهرم که روزه را 50 سال خورده تا هنوز، 10 سال خورده تا هنوز و هنوزم بس نکرده. و من آرزو میکنم که امسال بخیر بس بکنه. دعا میکنم که الهی بندگان تو است، اگر وطندار ما است بندگان تو است. ای الله تو از مکر بندگان تا دوست داری، توفیق بده که روزه رمضان بخیر امسال بگیرن، تراویح ها و ختمای قرآن بگیرن. مجوسی از خانهش بیرون شد که بچهش روزه را میخوره، گفت بی عقل بی دین روزه را میخوری؟ پدر ما خود مسلمان نیستیم که روزه را نخوریم، ما مجوس هستیم، مسلمان ها روزه میگیرن. گفت بی ادب. خیر است که مسلمان ها روزه میگیرن، آدم مسلمان ها روزش احترام میکنه. با قفاق زد و روی بچهش نرم ساخت، زرد و سرخش کرد، بچه به زمین غلطید گریان کرد. گفت پدر تو برای مسلمان ها میزنی؟ گفت بلی مسلمانی را دوست دارم، اسلام دوست دارم، روزه اگر نمیگیریم کافر اگر هستیم ولی اقلا احترام روزه مسلمانان رو ما و شما بکنیم. ولی اون نوجوان مرد در اینمی منده دیده شده، در اینمی کافی ها دیده شده، در این موتر پاسال دیده شده، در اینمی سرکا دیده شده، در چارباغا دیده شده که نوجوان مردم در بین شهر مردم روزه را خورده و کسی پیدا نشده بگه برادر شهر اسلامی است، کشور اسلامی، چرا روزه را تو میخوری؟ ولی این کافر شما سعی کنین که بچه‌ش میگه که تو اگر روزه را میخوری خفیه خب بخو بدبخت خیر از کافر هستی. بچه‌ش میگه تو روزه مسلمانان را احترام کن. قضایی امشب پدر وفات میشود، بچه پدر خود میبینه که به جنت است، در خواب میبینه که به جنت است، بچه از خواب مسلمان میشود. پدر کافر میبینه که در جنت است، پدر از دنیا ایمان برده است. رسول کریم علیه السلام میفرماید بعضی کافرها کافر است کافر است کافر است، در وقت جان کلمه عرضه میکنه مسلمان میره و از دنیا جنت میره. بعضی مسلمان ها مسلمان است مسلمان است مسلمان است، بی دین و بی ایمان میره و به جهنم میغلطه. که نمی روز خورا اگر توبه نکنن از این قسم بی ایمانان خواهد بود که در وقت جان ایمان به یادشان نخواهد آمد و به گودال جهنم به طلاق خواهد افتید اگر توبه نکنند. پدر جان بچه از پدر پرسان کرد که پدر جان تو این مقام از کجا پیدا کردی تخت لولو و مرجانه؟ گفت بچه‌ام نگفتم که روزه مسلمانان را احترام کن، بچه‌ام نگفتم که رمضان مسلمانان را احترام کن. وقتی که پدر جان میکن
یک فرشته از آسمان آمد گفت که لا اله الا الله محمد رسول الله. یک هیبت از آسمان آمد فخرجوه مسلما ولا تترکوه کافرا. نور ایمان برش نصیب کنین، به زبانش کلمه را جاری بسازین، بی ایمان دنیایش نبرین که به روزه مسلمان احترام کرده. ولی خواهر و برادر در شهر مزار خدا کنه که این سال نباشه به روزه مسلمان خودش احترام نمیکنه، روزه خو نمیگیره بلکه علنا روزه را میگیره. خدا من رحم کنه به مسئولین که مسئولین اگر کنترل نکنه امسال بخیر روزگیرا را. از ما علما خیلی میقدر است، ما یقین داریم که وقتی ما صحبت میکنیم به هزار نفر توبه میکنه الحمدلله، با آواز بلند میگن الحمدلله. میره میفهمم ولی شهر مزار 1 میلیون کمتر یا بیشتر نفوس داره، 15 لک نفوس داره. ما گفتیم ما علما به دعوت ما شاید 1 نفر اصلاح شود، ولی 14 لک دیگه چی؟ 10 لک دیگه چی؟ 5 لک دیگه چی؟ فلهذا والی هر ولایت، وزیر و رئیس جمهور، قماندان و عامل حوزه و عامل ناحیه، کلانتر و سفیدای هر محل سخت مسئولیت داره که اگر در محلش روزه خور باشه و او را بندی نکنه و او را نگیره و او را جریمه نسازه و او را جزا نده، فلهذا سخت مسئول است در روز محشر. چطور در روزی که به حضور رسول گرامی ایستاد شود و بگوید ای وزیر مسلمان، ای والی مسلمان، ای قماندان مسلمان، ای عالم مسلمان، ای عامل حوزه و عامل ناحیه مسلمان، ای کلانتر مسلمان، ای پدر و مادر مسلمان، ای کسی که تاجر مسلمان بودی، ای کسی که از تو مردم ابا میکرد، ای کسی که از تو مردم میهراسید، چرا روزه خوران را ماندی که روزشان را خوردن؟ برادرای محترم، هر کدام شما هم مسئولیت دارین که امسال بخیر زحمت بکشین، کسیتا را، سخنها را، موبایل به هر قسمی که میتون نشر کنین به جهان اسلام برسانین تا امسال بخیر روزگیران امت محمد رسول الله زیاد شود. حدیث مسلم شریف است وقتی که رمضان مبارک می آید سلسلة الشیاطین و غلقت ابواب النیران. سبحان الله، دروازه های دوزخ بسته میشه ولی امتی مسلمه روزه را صحیح نمیگیره. روزه خودش است چشمای زنا را میبینه، خودش روزه است رقص و سریال و فیلم در رمضان میبینه، خودش روزه است بازن و پدر و مادرش جنگ و جنجال داره، خودش روزه است شب به دزدی میبرایه، خودش روزه است کیسه‌بوری و کفش دوزی میکنه، خودش روزه است کینه و عدالت و دشمنی میکنه، خودش روزه است بدبخت میباشه، غیبت و دروغگویی میکنه، خودش روزه است رشوت میخوره در دفاتر و در جاها، خودش روزه است سود میگیره و سود میده، خودش روزه است موسیقی میشنوه، رقص خوش داره، خودش روزه است به زنا آغشته است، به زنای چشم آغشته است، به بچه بازی آغشته است. ولی خداوند چی میکنه؟ دروازه های دوزخ بسته کنین میگه در رمضان برای روزگیران امت محمد مصطفی. دروازه جنت باز کنین برای روزگیران امت محمد مصطفی. جبرائیل علیه السلام امر کنه که جبریل لبیک یا الله، میفرمایه پایان شو شیطان پهلوانان بسته کو در بین بحر ببر که روزگیران امت محمد خراب رسال صلی الله علیه وسلم. شیطان ها بسته میشه اما شیطان های انسی بسته نمیشه. شراب میخوره، قمار میزنه، کافر، فاسق، منافق، این شیطان ها بسته نمیشه. شیطان های جنی بسته میشه، به او خاطر روزخوری زیاد میباشد، بیدینی و بینمازی با وجودی هم بعضی مردم ها میکنن. به این معناست که یک برادر از ما دیروز پرسان کرد که مولوی صاحب وقت شیاطین بسته میشه چرا مردم گناه میکنن؟ در جواب گفتم آقا جان بعضی ها خود شیطان است، با شیطان ضرورت ندارد. قل اعوذ برب الناس میگه من الجنة والناس. شیطان دو قسم است، شیطان انسی و جنی. کسی که فاسق است، کسی که منافق است، کسی که کافر است به شیطان ضرورت ندارد، خودش شیطان است، نفس خودش اماره بالسوء است، خطرناکتر از شیطان میباشه. ولی شیطان سعی میکنه، در ریاض الناصحین نقل میکنه شیطان به در یک مسجد رفت، سابقا شیطان مردم میریدن، یک نفر نماز میخوان ولی یک نفر روزه است، این روزه خور قرار خواب است، شیطان پیش نمیره، عالم محل جانب داخل عبادتگاه میخواست شود. گفت ای شیطان چی میکنی اینجا؟ گفت اونمون نمازخانه میخوام که نمازش خراب کنم. گفت چرا پیش نمیری؟ گفت از همین روزگیر میترسم. گفت روزگور خم است. والله از نفس روزگیر ما شیطان ها میترسیم. روزگیر نفلی است هنوز، از نفس روزگیر نفلی شیطان میهراسه. او روزگیری که در ماه مبارک رمضان امسال بخیر واقعا روزه است که سبحان الله. حدیث بخاری شریف است
مسلم شریف است، جناب رسول الله علیه السلام میفرمایند فی الجنة 8 ابواب، در جنت 8 دروازه است، منها یسمى باب الریان، یکی دروازه ها ریان نام داره. للصائمین، این دروازه برای روزگیران است، تشنه میشه. ریان سیراب کننده. در میدان محشر رسول کریم علیه السلام میفرمایند مسلمانای روزگیر برمیخیزه، برادر و خواهر برمیخیزه، خداوند میگه که به اینا آبهای پریس شده، آبهایی که سرش محکم است از حوض کوثر پر شده است، به دهن این نیکبختا بنوشانیم، میوه های جنت را به دهن این روزگیرا بخورانیم. اینا امت مسلمه می باشه. اینا در روزایی که مردم تشنه می شدن و آب می خوردن روزشان می خوردن، اینا نمی خوردن. در روزی که مردم گرسنه می شدن، اینا گرسنه می شدن روزشان نمی خوردن. اینا سحری و افطاری می کردن. جناب رسول الله علیه السلام می فرمایند للصائم فرحتانی، حدیث بخاری و مسلم شریف است، برای روزگیر 2 خوشی است، فرحة عند لقاء الرحمن و فرحة عند الافطار، او کما قال رسول الله السلام. 2 خوشی وقتی که تشنه است، امام مؤذن اذان میته، در وقت یک خوشی است برش، در وقت باز پرده ها برادرها برداشته میشه، 70,000 پرده نور و ظلمت برداشته میشه. هر چی بخوای لقمه حلال باشه الله برات عنایت میفرماید. اون لحظه دعا را فراموش نکن برادرای محترم. اون لحظه باید ساکت باشیم ما و شما، ولی تاسف در مسجدها دیده میشه همون لحظه قصه است، اختلاط است، گوشگوشک است، جنجال است، غیبت است، صحبت دنیا در مسجد. ایوازی که سکوت، گریه، دعا، محبت، اشک. امام غزالی صاحب میفرماید وقتی که روزه رمضان میگذرانی، بو کلا روزه را خو گرفتم، چشم خدا خو کنترل کردم، امروز روزه بود، چشم من، قلب من روزه بود، زبان من روزه بود، دست و پای من روزه بود. ما شما انسان هستیم، بشر هستیم. پروردگار شاید یگان سهوی خو شده باشه، یگان گناه خو صادر شده باشه، ما پیغمبر نیستیم. ای الله روزه مرا امروز قبول کو. خداوند خوش می روزه ما را قبول میکنه، به دربارش به ملائکه خود میگه ببینین امت محمد مصطفی را روزه را گرفته، هنوزم میترسه که روزش قبول شده یا نه. ای فرشته ها، ای ملائکه ها، ای فرشته های آسمان، شاهد باشید که من امت روزگیران امت مسلمه را بخشش میگردانم. در حضرت امام بخاری صاحب میفرماید، مشکات شریف نقل میکنه، جناب رسول کریم علیه السلام میفرماید در روز محشر، روز به دربار خدا استاد میشه، میگه یا الله منعته الطعام و الشراب، خدایا من ایره نماندم که او بخوره روز رمضان. روزه میگه من نماندم که نان بخوره روز رمضان، فشفینی فیه، خدایا من پشتیبانی از این بگردان. میدونیم که الله چی میگه؟ الله تعالی میگه برو ای رمضان تو پشتیبانی امی بندی ما باشی، ببر به طرف جنتش بکشان. رمضان دست ما را میگیره به طرف جنت میبره. او برادری که 10 سال روزه رو خودت چطور میکرده باشه، او خواهری که در میدان محشر جان بلهنه عشر شوه، 20 رو بی حجاب باشه، روزه رم خورده باشه یا روزه درست نگرفته باشه، روی سیاه باشه و ملکم به طرفش نیاید، قرآنم به طرفش نیاید، رمضانم به طرفش نیاید، محمد نازنینم بوی برو تو امت من نیستی، به زنجیرها کشیده به دوزخ خواهد افتید. فلهذا رحم به حال گناهگاران، صدای ما را بشنوند، آواز ما را بشنوند و سوز و گریه و فریاد برشن. میگم برادر و خواهر روزه خور، بیا امسال توبه کن. و برادرها و خواهرای ما که اونا روزه گرفتن اما صحیح روزه نگرفتن، جنگ کردن در رمضان، جنجال کردن در رمضان، نفاق کردن در رمضان، کینه گرفتن در رمضان، در تراویح ها غلمغال ها بود، در تراویح ها در بین بعض مسجدها بعضی بی اتفاقی ها ما شنیدیم در پارسال، در چند مسجد بعضی بزن ها بود. تا سبحان الله بگویید. از برای خدا ملائکه چی گفته باشه؟ او فرشته که از عرش پایان شده او چی گفته باشه؟ جبریلی که آمده است و شیطان را بسته کرده است به فرمان پروردگار او چی گفته باشه است؟ شیطان چی گفته باشه که این شیطان ما عادت به میش نیست که رمضان قدرش اینا نمیدانه. رمضانی رکی جناب رسول الله علیه السلام میفرماید مایای دریا برای روزگیر دعا میکنه، کفترای هوا برای روزگیر دعا میکنه، 7 آسمان و 7 زمین برای روزگیر دعا میکنه. حضرت پیغمبر علیه السلام میفرمایند به روایت ابی هریره صاحب، حدیث ابوبکر بیهقی در شعب الایمان است که 5 خواص روزه امت ما داره.
خواص اول ای در شب اول گناه امت مرا خداوند رحمت به امت ما میکنه، برای کسی که الله نظر رحمت کنه او را مورد عفو و کرم قرار میده. دیگه از خواص روزگیرای امت ما است که بوی دهن اینا را که بوی میگیره الله خوش میاد. به او خاطر در مذهب امام اعظم صاحب بعد از نماز ظهر مسواک زدن مکروه است، به خاطری که دهن بوی میگیره، بوی دهن از عطر که خداوند خوش میاد. خداوند میگه که ما از بوی مشکله بوی دهن روزدار خوشم میآید. و جناب رسول کریم علیه السلام گفتن ملائکه ها استغفار میکنه، هر روز 70,000 فرشته دعا میکنه که الهی روزه امت محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و اصحابه و سلم را به دربارت قبول بگردان. ابوبکر بیهقی نقل میکنه، حضرت عبدالله ابن عباس روایت دانه، علامه خضرمی صاحب در کتاب ریاض الناصحین خود هم نقل میکنه، جناب میفرمایند که عبدالله ابن عباس روایت کرده است رسول کریم علیه السلام میفرماید شب اول رمضان میشه، شاید شب یک شنبه باشه، شاید شب دوشنبه آینده باشه یا یک شنبه یا دوشنبه رمضان امسال ما و شما بخیر. چیزی که اعلان شد دیگه باز بخیر. باز اورای بهشتی یک باد بسیار زیبا را میبینن و یک ایسی حدیث مشکات شریف موجود میباشه به نام باد مسیره میباشه. شرق شرق دروازه جنت باز میکنه بسته میکنه، پرده های جنت باز میکنه بسته میکنه، اورای زیبای جنتی از کلکینا سر بلند میکنن. با ملائکه های دیگر غلمانا را میگه که ای رضوان چی گپ این شو؟ ای بوی خوش از کجا آمده؟ ای باد خوش از کجا آمده؟ رضوان میفرمایم لبیک ای دختران جنت، این شب اولی رمضان است. خداوند بیبخش امت مسلمه را، محمد رسول الله را امتش صلی الله علیه و سلم. و باز خداوند تبارک و تعالی بلا کیف ندا میکنه ای خازنین دروازه جنت، دروازه های دوزخ بسته کنین. ای خازنین دروازه دوزخ، دروازه دوزخ بسته کنین. اینا میگن چی گپ است؟ اورای بی چی گپ است؟ میگه امشب شب رمضان است، دروازه های جنت باز کنین. برای کی؟ برای روزخور؟ برای فاسق و ظالم و کافر؟ برای منافق و بدبخت؟ خیر، برای روزگیران امت محمد رسول الله. بلند بگوین صلی الله علیه و آله و اصحابه و سلم. برادران بسیار محترم، وقتی گرانبهایتان نمیگیرم، بس صدها حدیث به یاد ما آمده است که گفته براتون برم، اما ما یک عادت دارم که طبق سنت باید ما شما عمل کنیم. از آنچه که وعده کردیم باید نبرایم که یک ساعت باید سخنرانی ما شما زیاد وعده کردیم نبراید، یک دو سه دقیقه صحبت میشه. ان شاء الله دعا میکنیم خداوند ما و شما را این سال بخیر روزگیری واقعی بگردانه. از یارتان برادرای محترم نروند. ما دعا میکنم در حقتان که الله شما را از یارتان نبره و شما همگیتان به من دعا کنین که الله به یاد من نبره. خود مکلمه بیرون دروازه نمانم، روز محشر برم که شما داخل برین و از زبان ما از گفتار ما ولی خودم عمل نکنم خدای نخواسته و بیرون دروازه من پایک بزنم و شما ببینید که یادم خودش عمل نکرده بود. الله عمل اول به ما علما نصیب بگرداند، اول به شما مسلمان ها نصیب بگرداند، همگی ما و شما را غرق دریاهای رحمت بگرداند. رمضان پیغمبر علیه السلام وقتی که شعبان ختم میشد یک چند روز که به رمضان میمان باز میگفت که این شعبان ختم شد، ماه مبارک رمضان آمده، ماه همکاری آمده، میگفتن ماه برادری آمده، ماه عطوفت آمده، ماه عزت آمده. یتیمان آدم باید خبر بگیره، بیوزنان خبر بگیره، بیچاره ها را خبر بگیره، دل شکسته ها را خبر بگیره. دل آدم سنگ واری سخت میشه در رمضان. ای تو دل را من نمیبینم که او مسلمان باشه و روزه بگیره و دلش نرم نشه. بعض برادرای محترم هستن که سری نمیخیزن، میگه دل ما آب نان نمیشه. غلط است. هر کسی که سری نمیخیزه رسول کریم علیه السلام میفرمایند که تسحروا فان فی سحورکم برکت، رواه البخاری. مشکات شریف هم نقل میکنه شما سحری کنید که در سحری خیزن شما برکت است. و جالبی است که کسی که سحری نخیزه روزه دو شباهت به روزه نصارا داره. روزه نصارا 50 روز بود، اونا سحری نمیخیزن. و دیگه کسی که در اول مرحله افطار نکنه روزه دو شباهت به روزه نصارا داره که اونا پسان افطار میکردن. فلهذا امت مسلم باید قبل از اذان افطار کنن. اشکمسیر نباشه، خیر از یک قطره آب یعنی بخورن، یک دانه خرما بخورن یا یک کسی دیگر یک دانه خرما بتن. جناب رسول کریم علیه السلام فرمود کسی شکم دیگر را سیر میکنه این روز افطار یعنی میکنه، خداوند در روز محشر از حوض کثر برش آب می نوشانه که قطعا تشنه نمیشه. یک صحابه گفت که یا رسول الله ما غریب است و ما چطور کنم؟ گفت یک تا خرما خدا برای کسی میتونی، یک تا خرما بتی او هم ثوابش میگیری.
عین ثواب تو کسب میکنی. یگان برادر است که 3 تا خرما را میگیره، مثلا 3 نفر 3 خرما را میگیره، به 1 نفر میده. مثلا شما را دوست داره میخواد که شما به خرمای از او افطار کنین، ولی 5 نفر به 1 نفر میده، هر 5 نفر ثواب میگیره. چون پروردگار مهربان است، پروردگار کریم است، پروردگار رؤوف است. بندگانی که هر نیتی نیک را انجام عمل کنه، 100 نفر اگر به 1 نفر خرما بده، 100 نفر ثوابش خداوند برش به 100 نفر عطا میکنه و در روز محشر از حوض کوثر نصیبش میگردونه. و ما علینا الا البلاغ. برادرای بسیار محترم، خدا کنه که از یادتون نروه، چون شما از جمله او مسلمانانی نیستین که روزخورا باشین. شما از جمله او مسلمانانی هستین که روزگیرا هستین، ولی شاید ما و شما از جمله او مسلمانانی باشیم که شاید چشم خود پارسال کنترل نکرده باشیم، شاید گوش خود کنترل نکرده باشیم، شاید یگان طور گپی خراب و سخت در تراویح، در ختم قرآن، در افطاری و سحری بی حوصله شده باشیم، گفته باشیم، شاید یگان تایم عملی باشیم، یگان مشکل آمده باشه. فلازم این سال زحمت بکشیم، کوشش کنیم که فرمان محمد رسول الله علیه السلام را عمل کنیم، کتله اخلاق و مهربانی باشیم، کتله تقوا و ترس خدا باشیم. چون خداوند فرمود کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. هدف از روزه چیست؟ لعلکم تتقون، تا اینکه شما تقوا بکنین. و یک خواهش دیگه از قاری صاحبا دارم، خواهشم از قاری صاحب محترمی است که متاسفانه خیلی از کسانی هستند که قرآن میخوانند اما قرآن برشان لعنت میکنه. ماه رمضان از سال به این سال 1 دفعه میآید، چی ضرور که ما 3 شبه ختم بگیریم، 8 شبه ختم بگیریم، بیدو که نمیدوانی، همچنین که اسب میزنی بیدو که نمیدوانی. قاری صاحب بسیار محترم، از من خفه نشوند، صدای من از کس میشنوند. 27 شبه، 25 شبه، 21 شبه، میگه که آدم برخطا است که 2 ختم 3 ختم بگیره، فریاد هم 3 ختم خراب میسازن. تلک رسول فضل فهمیدین شما ما چی خواندم؟ شما فهمیدین چی خواندم؟ الحمدلله رب العالمین مالک یوم الدین، کرام الله نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم. شما را خنده میگیره. برادران محترم، از برای خدا کلام الله به کوه مانده میشه، او را برداشت کرده نمیتوانه. فلذا ما از خودم خواهش میکنم، از همه قاری صاحبای دیگه خواهش میکنم، به تراویح پیش میشه تیز بخوانه، خیر است. نمیگم که تیز نخوانه، آل زمانه تنبلی است. اگر آدم بسیار آهسته بخوانه کسر جماعت میشه، مردم به تراویح نمیآید. تیز بخوانه، ولی تو تیز نیک قرآن بارش لعنت کنه. تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم الله ورفع بعضهم درجات. درست است. الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. تیز بودم، ما شما فهمیدید که من چی خواندم. ما خود را می الحمد که چند سوره یاد دارم دیگه. قاری صاحبا خونم خدا 30 پاره یاد دارن. قربانی حافظای قرآن شدیم که اینا باید توجه بکنن که 30 پاره قرآن که خدا به اینا پاداش داده که بالای پدرشان در روز مثلا نور و تاج گذاشته میشه، باید قدر خدا بدانن دیگه. یک قرآنی بخوانن که مردم کیف کنه، فریاد کنه، مردم اشک بریزه، گریه کنه، فغان کنه، مردم به خانه بره و لذت ببره از قرآن. بگه سبحان الله، یک قاری صاحب بودی تو یک قرآن میخوان که در درون آدم عشق خدا را داخل کرد. ولی ایواز از که پایدرد، کمردرد، هر کسی که باشه والله اگر امام و قاری درست سخن بگوید و درست قرآن میخوانه، چون لذت کسب کنه مردم که پایدرد اگر بفهمه که پایش درد میکنه نمیفهمه. قرآن مثال لذت داره. و از برادر عوام هم خواهش میکنیم. باز قاری صاحب چه میگه؟ قاری صاحب میشه یک ذره سوس خواندی. خوب چرا بسیار سوس خواندی بچش؟ یک قاری صاحب یک پارسال ما یک قاری صاحب گرفته بودیم، یک پاره را 8 دقیقه میخوان. باز یک بین خود که در کوچه است، در چوک کوچه میشین، با چی میگه؟ یک قاری صاحب سابقه بود ولی پیدا نمیشه. خب چه رقم مسابقه بود؟ دمی 30 ثانیه تراویح را در 7 دقیقه خلاص میکرد. به شک ولی خوب قاری صاحب دیگه چی میگه؟ حالی خودی حالی کم کم بیخی بداش پیدا شده. در حالی که سابقا هم خوب بزرگوارا ما و شما داشتیم، ولی ریسویدا میفهمن که چه خوب قاری صاحب بزرگ داشتیم که 27 شبه دمی روضه شریف در این مسجد دیگه مسجدا قرائت میکردن، یا 21 شبه یا 20 شبه، ولی تو ورختایی خود نبود. فلذا اگر قاری صاحب محترم 12 شبه و 15 شبه ختم کنه جواز داره، اما مردم تنبل است، باز برش میگه تیز بخوان. ولی اگر 25 شبه و 21 شبه و 27 شبه بگیره باز نمیگه برش تیز بخوان، عوام برش میگه پا نمیزنه. اگر 8 شبه بگیره باز اگر تیز نخوانه نخوانه خو صحیح است، اگر تیز نخوانه باز عوام برش میگه چیکاری قاری صاحب پای ما رو در بدر کردی، ما رو تو خبر نداره که اورای بیشتی مشتاق روزگیر است.
یک فرضش افطار سرد حساب میشه. فرشته از عرش خدا پیش ازی برای ازی آمده. این قاری صاحب میگه چرا تیز نمیخوانی نماز تراویح را؟ ابوبکر بیهقی صاحب نقل میکند جناب رسول کریم صلی الله علیه و آله و اصحابه و سلم میفرماید در نماز تراویح کسی که سجده میکند به یک دفعه سبحان ربی الاعلی و سبحان ربی العظیمش 1500 بار 1500 قصر برش داده میشه. گرچه حدیث در نظر آدم معلوم میشه که این بسیار بلند است، اما بلند نیست، حدیث موضوعی نیست. ابوبکر بیهقی در شعب الایمان نقل میکنه که قصر میگه ببخشید هزارها دروازه داره، یک قصر داده میشه هزارها دروازه داره، ببخشید 1500 قصر نه 1500 ثواب به یک سبحان ربی العظیم داده میشه و یک قصر داده میشه که چند صد دروازه داره، از هر دروازه‌ایش که تراویح خوان درآید میدرآید. خداوند ثوابای ما و شما رو به دربارش قبول بگردانه. وقتی دعای ما و شما نزدیک شد هیچ کسی از ما خفه نشود. هدف ما این است که ما دین برای مردم بفهمانیم، نشر کنیم. اسلام بسیار لذت داره، ایمان بسیار لذت داره، رمضان بسیار لذت داره. ما لذت شکست کنیم. اینطوری که بزرگی با یک مسلمان سوتا مسلمان باشیم هی گمش کن رمضان باز آمد چطور کنیم؟ به دبین خود گپ نزنیم. با چی میگم؟ یک ماه دراز مثل رمضان پیش روی داریم ما و شما. یا یگان برادرای دیگه چی میگن؟ ما و شما ختم پنجشنبه به خاطر این میگیریم که ما تجارت داریم، میریم کابل و ایران. بس کو برادرم دیگه یک ماه رمضان تجارت نکو، تجارت قرآن و بخیر ماه رمضان بگی هر کسی که هسته. بس است دیگه 11 ماه شکم میخوره سیر کردیم عریض شدیم بسیار توف کرده گریه کردیم. بس است دیگه ماه رمضان بخیر آمده، یک کمی از دکانداری کم، یک کمی از موتروانی کم، یک کمی از تجارت کم. ولی او برادری که غریب است او نمیم کار نکو، کار کنه ولی کار نشه و وسیله شوه که مال از عبادت بانه. خدا کنه که شما برادرای محترم گپ فهمیده باشین، به دیگرها بسیار به نرمی انتقال بدین. الله دعای ما شما رو قبول کنه. دعا میکنیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله و اصحابه اجمعین. الهی ما را و اهل مجلس ما را اهل جنت بگردان. خدایا زنان و مردان ما را در وقت جان کندن بی ایمان نگردانی. خدایا ما را به عذاب قبر گرفتار نکنی. الهی ماه رمضان آمده رایست، ما را آمادهش بساز. الهی بسیار میترسیم نفسای اکثر ما شیطان صفت است. یا الله ملک صفت بگردان، جان ما را قوی مسلمان بگردان که شیطان بالای ما نخنده، فرشته ها از ما خوشحال به آسمان تو برود. خدایا دست ما را قبل از رمضان به دربار تو بلند کردیم تا چشم ما را روزه نصیب کنی، زبان ما را روزه نصیب کنی، حلق، گوش، قلب، دست و پای ما را روزه نصیب کنی. یا الله آنچه را که من گفتم اول من گناهگار را عمل کننده به آن چیزها بگردانی، بعدا شنونده های مرا عمل کننده بگردانی. همه برادران و خواهرانی که همیشه از ما سخن میشنوند خدای عمل کننده ایشان بگردانی. الهی همه علما را، حافظین قرآن را، عوام و ملت و مقتدی هایشان را، همگی مسلمان ها را اهل جنت بگردانی. خدای ما را محبت دین داران در قلب ما جای بدهی. الهی او برادران و خواهرانی که پارسال روزه را خوردن تو فهمیدی پروردگارا چقدر کریم و بردبار هستی، به زیر زمینشان فرو نبردی، هلاکشان نکردی، رویشان را مسخ خوب و شادی نساختی. قربانت شوم پروردگارا، امسال اونا را توفیق بده، رحمت به قلبشان داخل بگردان. فرشته های تو از آسمان میآیند، والله ما عوض اونا خجالت بشیم پروردگارا، اونا را توفیق بده. الهی افغانستان را، خصوصا ولایت بلخ را، بالاخص شهر مزار شریف را، من دیروزم دعا کردم که الهی شبیه شهر مدینه المنوره بگردان که از هر طرفش آواز سخن برای، از هر طرف آواز ترانه و نعت و قرآن برای، از هر طرف آواز نماز جماعت و ذکر برای. ای الله شهر ما را همیت یک شهر مبارک و با امنیت و آسوده بگردان. زنان و مردان ما را در وقت جان کندن به ایمان نگردانی. الهی روزی که مردم تشنه میشن در روز محشر، ای خدایا ما را تشنه نگردانی. روزی که مردم گرسنه میشن ما را گرسنه نگردانی. الهی روزی که مردم از پل صراط به آتش میسوزن، یا الله بسیار میرسی، لیاقت نداریم ما را به پل صراط نغلطانی. اما اگر تو ما را خدایا به گناه ما کم میگیری، ما تو را به رحمتت ما کم میگیریم، به کرمت ما کم میگیریم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا و کفر عنا سیئاتنا و توفنا مع الابرار. خدایا کافران را مسلمان بگردان و او کافرانی که، او ظالمانی که میخواهند مسلمان ها را قل و قم کنند، ای خدایا تا کی میبینی پروردگارا؟ تباهشان کو دیگه، بس است، هلاکشان بگردان. مسلمان ها را متفق کن، مسلمان ها را متحد کن. مسلمان های فریب خورده ای که، مسلمان های غلط خورده ای که هر چیز را اسلام نام میمانند، همگیشان را توفیق بده که به اسلام حقیقی درآیند، به ایمان حقیقی درآیند. پیغمبر خدا چقدر مهربان بود، مسلمان ها ایدهشان نامهربان شده. پروردگارا
دین اسلام دین اخلاق است، دین اسلام دین مهربانی است، دین اسلام دین غیرت و شجاعت است، دین اسلام دین همت است. یا الله ما را مسلمان های واقعی بساز، چشم و گوش و قلب و دست و پای ما را مسلمانی واقعی بساز، زن و مرد ما را مسلمانی واقعی بساز. یا الله ما بلک ها خواهر بی صدر و بی حجاب ده شهر داریم، به هزاران خواهر بی صدر و بی حجاب ده وطن داریم. یا الله اصلاحشان بگردان. خدایا عوض اونا ما خجالت میشیم، والله از کوچه ای که خواهرات تیر میشه. اگر جوان با غیرت باشه گریه میکنه و کوچه را رها میکنه، ولی او خواهر کوچه را رها نمیکنه. بالای مردا به ترات آمده رئیس، حیا و شرم در قلبش و در چشمایش موجود نیست. یا الله او خواهر ما توفیق بده، به حرمت رمضان توفیق بده. یا الله روزی که رمضان استارت میشه امتای پیغمبر گرامی را پشتیبانی میکنه. یا الله نشوه که ما را نکنه، به ما اما تو روزه نصیب کو که رمضان ما را پشتیبانی کنه. یا الله قرآن بعضی ها را روز محشر شفاعت میکنه، قاری صاحبا را شفاعت میکنه، علما را، شنونده های تراویح و ختم های قرآن را شفاعت میکنه. یا الله قرآن شفاعت خواهی ما بگردان. یا الله قرآن پشتیبان مسلمان ها در روز محشر کن. یا الله خیر و نصیب ما بگردان، بلاها را دفع بگردان. کسی برادری که کدام دعا خواسته باشه دعایشان را قبول بگردان. برادر و خواهری قرضدار باشه قرضش خلاص بساز. برادر و خواهری مریض داشته باشه و او مریضش شفا نیافته باشه، تو چنان قادری هستی که بدون طبیب شفا میدی. ای الله بدون دکتر شفاش بدی. پروردگار رحم بالایش کن. او غریب و بیچاره ای که دست گدایگری دراز کرده باشه، بیچاره و عبدر باشه، دست پر از لقمه حلال بگردان. او شوهر و زنی که در خانه مشکل نفاق و جنگ داره، طلاق و بدبختی داره، یا الله رحم به او فامیل بفرمای. و هر برادر و خواهری که هر آرزو به دلش داره، تو میدانی قلب ها را تو شخ کرده ای. ما کور هستیم، قلب ها را چی میدانی؟ پروردگار تو میفهمی، از قلب های بندگان تو آگاه هستی. یا الله هر کس قلب صاف و پاک داره و دربار تو ناله و دعا میکنه امروز، دعایش اگر شرعی باشد به دربار بی‌نیازیت قبول بگردان. یا الله آل رمضان 10 روز مانده، در 10 روز ما را از گناه نگاه کن، چشم و گوش زبان و قلب ما را از نگاه کن. چون با غیرتمان بگردان که شر است از آسمان فیض و رحمت بالای ما بریزد، شهر ما از بلاها و مصیبت ها در امن باشد. اللهم اجعل آخر کلامنا فی الدنیا لا اله الا الله محمد رسول